خوش اومدید به ویدیو سوم از بازی یورو تراک سیمولیتور 2. آقا اگه ویدیو قبلی کانال دیده باشید میدونید که من دو تا ویدیو از این بازی براتون آپلود کردم. بازخورد خیلی خوبی هم گرفته. گفتم چرا که نه دوباره بیام ازش بذارم براتون. ولی این دفعه فرق میکنه. این دفعه با نیسان آبی اومدم این بازی براتون برام. یه مود بسیار زیبا. میدونم که همتون ماشین دوست دارید. ماشین خاطر انگیز هست برای همه. خب قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنید حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید چون واقعا بزرگترین حمایتیه که میتونید به من بکنید. بعد اینکه ممنون میشم هر بازی که خواستید من براتون واک شروع کنم تو کامنت ها بنویسید که کد داستانش رو براتون برم. خب بریم دیگه ادامه، زیاد حرف نزنیم، بریم ادامه بازی. لود شه بازی. خب نمای اصلی با پروفایل من با نیسان آبی اصلا ابهت داریم ماشین لعنتی. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. خب اینم از این. خوابش هم میاد. و این ماشین ببینم شما نیسان آبی، یعنی ته ماشینا تو یورو تراک. فلاشر بزنیم. و این بوق بسیار عالی 11 نیسان، گوش کنید. عالیه، یعنی این بوق عالیه. خب من روشن کنم ماشینو. خب راه بیفتیم بریم. راهنما بزنیم یا نه یهو بیاد از آقا بزنیم بهش. خب اولین کاری که بکنم برم یه جا ببینم جایی هستش تو مپ، برم بخوابم. برم سمت راست باشه اگه اشتباه نکنم. زد برم بالا اینجا رو. خاموش کرد ماشین، واقعا عجیبه. خب یواش من یه مپ رو نگاه کنم ببینم مثلا جایی هستش اینجا. یه دونه اینجا هست که اصلا به کار نمیاد. میخوام اینه تو وسط راه باشه. اینجا بودش، یه کاش از همینجا میرفتم. اشکال نداره، بذارید اینجا رو مارک کنمش. 140 تا اشکال نداره. میری با ریسک تمام میرم این 140 تا رو. اونایی که یورو تراک بازی میکنم اینه اگه خوابش بگیره دیگه میره تو هر جدی اگه بخواد. چقدر شلوغه اینجا بابا، هنوز تاریک نشده که. خب یه چیز خوبی هم هستش که این نهایت سرعتش چقدر دقیقاً 130 تا رو که راحت میره. زید بریم ببینیم چند تا میره. 180 تا. دور موتور داره نابود میشه، یعنی اصلا دیگه اینجا ترمز کنم، من یه استراحتی بکنم. آقا یا خدا، این ماشین دیگه اصلا کنترل نداره دیگه، نمیشه کنترلش کرد وقتی که بالا 200 میره. میخوام طی یک حرکت بسیار عالی وایسید. عالی. اینم یه پارک بسیار عالی با نیسان آبی، یعنی هیچ کس تا حالا این کار نکرده با نیسان آبی دریفت بکشه. یه بار همه خوابیم که صبح شه. خب بریم. خب متاسفانه نمیدونم این ماشین با باد کار نمیکنه، اصلا سیستم باددهی نداره، ولی باید وایسیم بادش باشه. نما هم از پشت ماشین بهتون نشون بدم. جالب این آینه هم کار میکنه، ولی خب الان چون پشتمون کابینه نمیشه. خب بریم.
بریم به راهمون ادامه بدیم. بنزین هم که داریم. میخوام فقط یه جا رو پیدا کنم براتون دستی بکشم، همین. به جای من یه جا رو پیدا بکنم. اول که نهایت سرعتشو بریم، دیگه الان راحت میشه رفت، خیالم راحت. آخ 180 تا راحت. دیویست آقا، 200 با نیسان دارم میرم، یعنی میرم بیشتر از این نمیره. جاده باشه، اتوبان باز باشه، راحت 300 تا میشه با این رفت. نیسان در حال پرواز. اوه یا قمر. آخ اوه حاجی باگ زد. 100% دمیج شد، نابود شد ماشین. چه خبره تو ماشین؟ کاملا برعکس شده. روشن میشه؟ بعید بدونم مثلا روشن بشه دیگه. خب آقا باید بریم گاراژ. برعکس اینجا هم هستش دیگه، میتونید مشاهدهش کنید. بریم گاراژ، ما این ماشین درست کنیم، دوباره باهاش بریم. خب آقا بریم ماشین رو درست کنیم. یا نگاه کن اینجا رو، نگاه. انجین که نابود، گیربکس هم که نابود، دفل هم که نابود، کلا نابود. فقط لاستیکامون یکم سالمه که اون هم اصلا فرقی نمیکنه تو بازی. به نظرم لاستیکا رو نزنم، البته یه چیزی نیستش. 58,000. من 58,000 یورو اصلا تا حالا خرج نکرده بودم تو این بازی. خب بذارید بریم یکم تیونش کنیم. بذارید ببینم چی بهش اضافه کنم. موتور که همینه، گیربکس هم که همینه. رنگش رو بذارید سفید کنم. نه همون آبی باشه، به نظرم بهتر اصل خود نیسان باشه. پشتشو بذارید وردارم یه چند تا. نه اگه میشه بار هندونه ای چیزی نمیشه زد. صدایی نه اینکه لاستیکه. به 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 باراش اومد. خب این که سیمانه، نمیم که گابه. به نظرم چند تا هندونه بار بزنیم بهتر. خب اینا میخریم هندونه ها رو. به به 3 تا دونه هندونه ریخته تو وانت. آقا بریم بفروشیمشون. به نظرم بریم سر خیابون. خب بذارید من این مارکر رو بردارم از اون نقشه، نیازی دیگه ندارم بهش. آقا فهمیدیم که راحت 200 تا رو پر میکنه. حالا شاید بیشتر 200 هم بره، ولی خب ما دیگه نخواستیم بریم. حالا میرسیم به تست دوم، تست دریفت و دستی با این ماشین. بریم ببینیم چجوریه، آیا واقعا میشه یا نه. خب اولین جایی که میتونیم تست کنیم همون سر خیابون هستش. چراغم اصلا مهم نیست، من ردش میکنم. بریم ببینیم. عالی. خب دیدید که تست اول راحت جواب داد. دریفت بسیار زیبا. دوباره بازم اونجا هستش. خوبه، رضایت بخشه. میدونید با نیسان تا حالا اصلا نمیشه این کارا رو کرد. اصلا اونقدر گشتاور نداره که بخوایم این کارو کنیم، ولی ما تو یوروتراک این کارو کردیم. خب حالا میرسیم به تست سوم. آقا تست سوم چیه؟ من میخوام ببینم دستیو بزنم این ماشین حرکت میکنه یا نه. دیگه هر بدایی بود ما سر این نیسان در آوردیم، دیگه بار دیگه هم تستش میکنیم. خب بذارید دستی بکشیم. آقا بزن بریم. بله قشنگ داره کار میکنه. عالی. یعنی اصلا فکر کنم دونات هم میشه وایس زد. نه دیگه دونات نمیشه وایس زد. خب نه تست سومی که اوکی شد. حالا بریم باهاش بارم بزنیم ببینیم اصلا میشه با این بار زد یا نه. خب یه دریفت یا خدا. خب عالی. آقا ما اومدیم. اینجا رو نگاه چه خبره. خب
اینجام یه دیری عالی. خب ببینیم آیا واقعا میشه با نیسان بار زد یا نه. او همشون طولانیه. آقا اشکال نداره، ما به عشق شما همینم ور میداریم، ولی خب نمیرم چون واقعا طول میکشه. میزنیم ببینیم میشه یا نه. خب تست بکنیم ببینیم. چرا اینجوری اومد؟ خب آقا یعنی واقعا اگه بشه خیلی عجیبه که شد. آقا شد، بلند کرد نیسان. خب آقا بذارید ببینیم اصلا راه میره. خب این اومد پایین. ای بابا. آقا دوستان ببینید بار خورد بهش، ولی چون سنگین بود متاسفانه نشد. میبینید الان بلند شد. بذار من دیگه بندازم ببینم. یه کار دیگه هم میشه کرد. بذارید من همزمان اگه میاد پایین من اگه گاز بدم باشید. عالی عالی. اخ نه بلند میکنه نمیشه. آقا تو این تست رد شد. بذارید من این باره رو لفت بدم ازش. آقا نخواست. خب بریم ببینیم الان دیگه چیکارا میشه با این نیسان عزیز کرد. بس دیدم یه ایده دیگه هم که نه اون احتمالا نشه دیگه. درب خروج. بریم در اونجا یه دستی هم بکشیم. یعنی خوراک دستی این ماشین من نمیدونم. بعد جالبه واقعا هندونا هم که اصلا انگار نه انگار پشت ماشینن جابجا هم نمیشن یه ذره. اینجا وایسیم. خب آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کامنت براش بذارید و هر بازی هم که خواستید من براتون واک روش کنم و توی کامنت ها برام بنویسید. آقا امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.